در ناحیه به نام میر سعید علی حمدانی با مقصد اجرای مراجعتنامه حکومت جمهوری تاجیکستان عاید استفاده سرفکارانه نیروی برق همایش دایر گردید. در این چاره‌بینی که با اقدام کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان دایر کرده شد، وکیلان مجلس‌های شهرک و دهات، وکیلان مجلس وکیلان خلق ناحیه، رئیسان کمیته‌های محله، آموزگاران و جوانان فعال اشتراک نمودند. در همایش مراجعتنامه حکومت جمهوری تاجیکستان قرائت کرده شد. قید گردید که ساکنان ناحیه خوب می‌دانند که فصل زمستان مشکلات و سردی ها دارد. در این روزها ما می توانیم با استفاده سرفکارانه نیروی برق مشکلات زمستان را پیشگیری نماییم. امروز علاقه مردم شریف تاجیکستان در اساس دستور و سفارش‌های رهبریت عالی سیاسی کشور و استفاده نیروی برق را سرفکارانه پیاده نموده ایستادند و از استفاده از تکنولوژی‌های نوی معاصر و از آن جمله در خانه‌های خود استفاده انمو پیچکه‌های علاوی و وابسته به استفاده از ایزوم از اوگل در تمام خانه ها و ضمن سنجش ها معین گردید که علاقه مردم ناحیه میر سعید علی حمدانی و هر یک ساکن کشور امروز مراجعتنامه حکومت جمهوری تاجیکستان و شرکت برق تاجیک را خوب درک کردند، زیرا که استفاده سرفکارانه نیروی برق این مقصد و مرام اولین درجه هر یک ساکن کشور می باشد، زیرا که خاندان ما چراغان شدن. پس اگر ما خواهیم که خانه ما چراغان باشد، باید که ما در فصل زمستان و در تمام فصل ها باید که استفاده نیروی برق و سرفکارانه استفاده بریم، زیرا که برای منفعت هر یک عائله این سرفکارانه استفاده بردن نیروی برق است. و کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان نیز در این راستا طریق ثبت ویدیویی همان مراجعتنامه حکومت جمهوری تاجیکستان و شرکت برق تاجیک را ثبت نموده در تمام دهه و محله ها و طریق اصول خانه به خانه مراجعتنامه حکومت جمهوری تاجیکستان و همزمان مراجعتنامه شرکت برق تاجیک را رسانیده ایستاده است. در این چاره‌بینی حزبی با جلب فعالان حزب، وکیلان مجلس‌های شهرک و دهات، رئیسان کمیته‌های محله، گروه‌های کاری تشکیل گردیده برای بردن کارهای ترغیباتی عاید سرفکارانه استفاده نمودن نیروی برق به محله‌ها سفربر گردیدند. گروه‌های کاری به محله‌ها و خانه‌های استقامتی رفته با ساکنان واخورده ماهیت مراجعتنامه حکومت جمهوری تاجیکستان را به سمع آنها رسانیدند. از مناسبت ساکنان معین بود که آنها مهمیت این مراجعتنامه را به خوبی درک می‌نمایند. وقتی که همین مراجعت کرد برای بعد بسیار آدمای ما در همین محله مثال میگیریم باتری‌هایی که برقی داشتن حاضر با اوگل با دیگر چیزها خونه‌های خود را گرم کردند. بسیار طرفدار همه هستیم که ما حاضر یک کم ترک برق نداده بودن، آدم‌ها در تشویش غلطیده بودن. انا حاضر شکرانه میکنیم که ما 100% برق داریم، ما حرکت میکنیم که همین مراجعت جناب عالی را دستگیری کنیم. در همین محله ما همه دستگیری میکنن با رهبری حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان که مثال غفورزاده این ما مراجعت کرد با یک بارگاه تاکید کرد که بچه‌ها برای سرفکار بردن برق ما طرفدار همین مراجعتنامه هستیم، ما همه طرفا دستگیری میکنیم. طبق نقشه پیش بینی گردیده در این روز دسته‌های سیار تشکیل گردیده مراجعتنامه حکومت جمهوری تاجیکستان را طریق بلندگویک در محله‌ها به سهم ساکنان رسانیدند. چنین چاره‌بینی‌ها در همه جماعت‌های دهات به راه مانده شده همه روزه گذرانیده می‌شوند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه به نام میر سعید علی حمدانی برای برنامه اطلاعاتی نوید.